برا رو از اینجا. این درست است؟ آره درست است. برای من رو کشتن، تو رو فرستادن علی جندن. تو حامله ای؟ از اینجا رو زود گریز. اون روزی که برای کشتن من آمده بودی همه چیز را میدونستی؟ نه نمیدونستم. میدونستی؟ برای همین مرا نکشتی؟ از هیچ چیز آگاهی نداشتم. یوسف این رو میداند؟ نمیداند و نباید بفهمد. هیچ کس این رو نباید بفهمد. فهمی اگر بفهمد که یوسف پسر من است فوراً او را میکشد. زنده است؟ آره تنها از هوش رفته. چیکار میکنید؟ او را همچون کازر در دستم نگاه میدارم. بر ضد کی؟ تا آن دم جاهید در دست ماست پولاد به تو هیچ کار کرده نمیتواند. چرا از این کار بر وقتر مرا آگاه نکردید؟ من این را برای آسان گرداندن کار تو میکنم. شاید مشکل میگردانید پدر، ها؟ چی گفتن میخواهی؟ سببی همه اینها وظیفه‌ای که به من داده شد و اقدامات من هستند. اگر من پول و دلیمدار رو نمیپروندم جاهید هم با شما این کار رو نمیکرد. پس با جاهید کاری کردن لازم باشد من باید کنم، نه شما. شما با این کار مرا نیرومند نه ضعیف میگردانید. همین خیلی فکر داری؟ بله پدر، همین خیلی. اگر پادشاه باشید در تختتان نشسته امر کنید، من اجرا میکنم. اگر این طور نباشد این را به عهده من واگذارید. یعنی پدرم را همین آدم پرانده است؟
کنان؟ ба ман хабар надодед, вале фаҳмидам. аз номи оилаамон ман ҳам сухан гуфтан мехоҳам. иҷозат медиҳед? албатта писарам, туро гӯш мекунем. касе ки ба оилаи ман силоҳ равона мекунад, ҷазояшро мегирад. Кинан исто. کنان ایستا. Кинан, چیکار яроқро می‌کنی؟ ба ман бир. ایستا، خواهش میکنم. Сарде. Шварде. чаро ба ман монеа шудӣ? фикр карда кор кун, Кинан. инҷо чӣ ҷои фикр аст? маълум аст ки чӣ бояд кард. ба ин набояд ту қарор барорӣ. چی میگوید پدر؟ جاهید چند در کار است، اینجا میماند. دوست دیرینم جاهید، بین اینجا هر دوی ما تنهاییم. چی شد؟ حقی رو آدم حساب نمیکنه؟ آخرین نفسهایت مانده است جاهید. به من باشد بیهوده سخنهایت را نگو. تو تصور کرده میتوانی که اکنون به سرت چی می آید؟ ما رو چون این شکنجه نکن، فهمی؟ از آنه که گپ‌های تو رو شنوم مردنم بهتر است. از این به بعد هر چی که به تو میگویم گوش میکنی جاهید. یگون چیز میفرمایید خانم؟ نه تشکر نمیخواهم. خب سلامت باشید. جناب، من تحقیقاتی که فرموده بودید به فرجام رساندم. در اینجا اویده همه 12 خاندان معلومات فراهم آوردم. خب محسن، در دستت چیست؟ آقای جاهید درخواست کرده بود که اوید عباس و سیبیل اوور خانم صفیه معلومات فراهم بیارم. یگان چیزی مهم یافتی؟ هر دویش تازه است. چیزی که شبه برمیانگیزد نیست. اکا میتوانی برای محسن.
صفیه اکا تو رو ناراحت کردم، مرا ببخش. اینطور نگو. اکا من از جوهید بسیار خفوتیرم. بگوه یک جا خوراک خوری باید میرفتیم، نه اومد. خبر هم نداد. با ایرهان هم تماس نگرفته است، اینجا هم نه اومده است. من به او فرمودم که به یک کار عاجل مشغول بشود. با کار سخت بند است. با تلفن هم جواب نمیدهد. شاید امکانی با تلفن خبر دادن پیدا نکرده باشد. در نخستین فرصت خبر میدهد. ملاقات کردن رو او پیشنهاد کرده بود. یا می اومد یا خبر باید میداد که نمیتواند. میترسم که به سرش اگان چیزی بد ناومده باشد. تو خواطر نشو. به خانه برگرد، من خبر میدهم. مایل شکا. برو. خواهر جان، پروا نکن. در کجایی جاهید؟ با جوهید زنگ میزنم ولی تماس گرفتن امکان ناپذیر است. خب تو غمگین نشو. شب بخیر. شب خوش. با پولو دلیمدار باید صحبت کنم. یک لحظه ایستا. بیا. اکا یوسف آمده است. بیا یوسف. بیا. اینجا آمدنی تو خفناک است. تو نباید پهلوی من بینمایی. با موتورسیکل آمدم. به هر طرف اهمیت دادم. هیچ کس مرا تعقیب نکرد. یک خبری بسیار عاجل دارم. آن چیزی عاجل چی بوده است؟ جاهید. با جاهید چی شده است؟ پدرم او را داشته است. احوالش چطور؟ من دیدم خوب بود. در کجاست؟ گفته نمیتوانم. معین میکنم در کجا نگاه میدارند. کاری نکنید. من برای مصلحت نزد شما آمدم. پدرم تا جزای جاهید را دادن او را در دستش نگاه میدارد، اما پس آن او را رها میکند. من هم برای سلامت برگشتن جاهید هرچی از دستم میآید میکنم. من برای حل این کار کمک کردن میتوانم. اگر این طور است بگو که جاهید را در کجا پنهان می‌دارند. این را از من خواهش نکنید. پس میتوانی بروی. دیگرش را من خودم میکنم. این کار را با سلاح حل کردن شرط نیست. اگر برای پدرت نگران باشی ضرورت ندارد. اگر جاهید زنده باشد او هم زنده میماند. ارهان، پنهانی یوسف را تعقیب کنید. خوب شد است که.
اینجا ثبتی با موتورسیکل آمدن یوسف هست؟ اوره جناب. این نوارها را تا کجا عقب گرداندن ممکن است؟ حاضر میبینیم. یوسف را ناگهان گم کردیم. حالا در کجایی؟ در کوچه عمرانی مکه. انتظار شو هم. انتظار شو. روی را که برآمد است یافتم. کاردینات های اینجا را به ارهام فرست. لبای ارهام به تلفنت کاردینات های جایی را که یوسف رفت میفرستیم. خوب شد است که ما هم زود از پای کار میشویم. خوب که باشد بیرون. از اینجا به طرف راست گردم. به قفا برگردان. باز هم بیشتر. ایست. با ماشین در آمده، با موتورسیکل بر آمده است. مرا تعقیب میکردید؟ نه یوسف جان، اکای پولاد را گفت. ما هم گفتیم یک تو رو خبر گیریم. من باید فوراً بروم. درم اینجا انتظار میشویم. وقتی انتظار شدن ندارم.
از اکا نپرسیدم ولی از تو میپرسم مشکلی چیست؟ مشکلی جاهید است. تو در کجای این مشکلی قرار داری یوسف؟ در مرکزش. پس در جای خطا ایستاده ای. چی شد ارهان؟ یوسف را یافتم اکا. آنجا مثل علاوی سوزان ماشینه هست؟ بله هست اکا. شما از کجا میبینید؟ تا من نگویم. یوسف را آنجا نگه دار. خوب شده است اکا. تمامی نواربردارهای این منطقه را پیگیری کن. از کجا برآمدن ماشین یوسف را معین کن و به من خبر ده. خوب جناب. حالا من تو را ترک میکنم جاهید. اما بچه ها از نام من چنان که میباید تو را مهمان نوازی میکنند. سرداران رفتند. اکنون کار تمام. تماشا آغاز شد. کن یک راستیست ها؟ نه همین خیل. کنی میبینی چی داری؟ ها؟ زینهار به این نرس. با تو نرس گفتم. انگشتری برای نیکا. گوش کن. مادامی که به نزدیکی توی داشته باشی من برویت نمیزنم. چرا یافتی محسن؟ ماشین رو معین کردم که از روی جنگل نایه لووا برای اساسی برآمده است. در آن اطراف جایی هست که متعلق کدوزاده ها باشد؟ میبینم جناب. شتاب کن. آره هست جناب. پس از 4 کیلومتر رفتن با روی جنگل در طرفی راست. فهمیدم. این آدم رو باز چقدر لط و کوب میکنیم؟ ما خسته شدیم ولی او نه. آقای حقی گفت که نکشید ولی از کشتن بدتر کنید. پس از به کار میشویم. اکا خوب هست جاهید؟ خوب میشوم اکا. کجا جاهید؟ باید یک چیز رو گیرم اکا.
طاقت کن جاهید. لبیک. فهمیدم. خیر، به تو شبی خوش. چی میخواهی؟ جناب استینلی میخواهند با شما بخورند. لطفاً ما رو پیگیری کنید. من تو رو تنها برای نتیجه برداری کردن اندیشه های در کنسی اوید عفو چند خیانتکار دعوت کردم. از چتونر امروز روز قرار است. من میخواهم که حاضر اوید تحقیقات به من معلومات مفصل بدهی. من در تحقیقاتی که اوید سروری خاندانی روز سرگی زرکوف که شما آن را میدانید انجام دادم خیانت نیافتم. در عین حال جمع‌آوری مواد را اوید اندیشه کنسی که شاید جان سمیت خیانتکار باشد دوام میدهم. در اختیارت یگان حجت داری؟ هنوز نه، ولی معین کردن فعالیت پولاد علمدار اوید نشان دادن پیوندهای جان سمیت در سراسر جهان وقت زیاد را تقاضا میکند. البته اگر پولاد علمدار باز راست بگوید یا اینکه یوسف قزوزاده همین طور نه؟ ولی هرچی هست عقل من نمیگیرد که چطور یوسف قزوزاده جرأت میکند که به کنسی دروغ بگوید. جناب کنسی عالی صحنه پرخاشایتی شده است که عقل کس نمیگیرد. در آن حادثه های نیز رخ داده است که عقل من هم نمیگیرد. چطور میشده است که یک دعوای گستاخانه پیشنهاد شده باعث مرگ یکی از آدمان شهرتیار من جان سمیت میشد از چتونر؟ جناب برای مراجعت کردن به کنسی عالی با یوسف قزوزاده من میانه رو بودم. اجازه دهید تحقیقاتم را در کوتاه‌ترین فرصت به انجام رسانم و جزای آن گستاخ را خود بدهم. تحقیقاتت را همین روز در همین جا نتیجه برداری میکنی.
یوسف قزوزاده. فعالیت جهت کشتن پولاد علمدار انجام داده تو مرا هیچ مطمئن نساخت، چون که خود دعوای پولاد علمدار که کنسه عالی را برهم میزند جز دعوای پوچ چیز دیگر نیست. من برای نگرانی شما را برهم زدن اینجایم. از قرار عاید حکم قتل تو، بی‌براری تو در کوششی کشته شدن پولاد علمدار، آوان غیب زدن تو از ترکیه و غیره و هاکذا شاید پولاد علمدار آگاه باشد. این شبهه شما درست است. من همچون یک شخص مربوط کنسه اولی میخواستم زیر شبهه قرار نداشته باشم. من دیگر وقتی مبارک و عزیز کنسه امان را برای این مسئله صرف کردن نمیخواهم. از شبهه و گمانها به آوردن دلیل و اسناد بگذاریم. کی چی دلیل دارد؟ همکنون باید نتیجه برداری کنیم. میترسم که این امکان ناپذیر است، چون که من در یک دوره بسیار مرکب قرار دارم. در این دوره اگر از اثبات خیانت دست کشم خود خیانت است. آن چه دوره بوده است میتوانم بفهمم؟ پولاد علمدار نیتی با فعالیت جدی عاید برهم زدن کنسه گذشتن دارد و میخواهد که هر گونه پیوند مرا با کنسه اولی کنده باشد. تو چه گفتن میخواهی؟ من به مقرر کردن خواهین تقریبا نزدیک رسیدم. 24 ساعت وقت داری یوسف قزوزاده. اگر در ظرف این مهلت خواهین را اثبات کرده نتوانی، با کنسه شخصا خودم خبر میرسانم که خواهین کیست. آقای پولاد، شب رو همینجا سحر کردید؟ آره حسنا. خدایا، گوش میکنم. عاجلا باید بخوریم. مسئله چیست؟ سر یوسف به بلا گرفتار است. در آفیس من وا میخوریم. خوب. پروا نکنید آقای پولاد. ساختاریکتی آقای جاهید بسیار سخت است، ولی من دائما هوشیار میستم. من به او داروی خواب آور میدیم. امیدوارم که دیوانگی نمی کند. گپی پوچ و بیهوده نگو حسنا. من برآمدم. دکترها جاهید را باز یک بار دیگر با دقت ببینند. تا پر از صحت نمی شود هیجان نمی رود. خوب شده است آقای پولاد. سپارشایتان را آوردم خانم انادولو. خوش آمدی عباس، تو را انتظار بوده. تشکر زیاد. خوش باشه جناب التای. سلامت باش عباس. کنی خلطه های آوردت را در اینجا خالی کن. ای آفرین. خانم انادولو، دیگران باشند سبزوات میوه سپارش میدهند، شما باشید خاک سپارش دادید. خاک رو آخر چیکار میکنید؟ من به پولاد وعده دادم که از اینجا به هیچ کجا نمیبرایم، اما در وجودم انرژی کم مانده است. میفهمی؟ پایم رو به خاک مانده، انرژیم رو باید زیاد کنم. فهمیدی؟ انا برای همین خواستم که تو خاک بیاری. با خدا آمد. خانم خاک رو آوردم، میوه و سبزوات هم بیارم. نه پسرم،
این خاک تنها برای انرژی است. وقتی انرژی میگویم تو میدونی که امپرو کی یافته است؟ ها؟ با خدا که من نیافتم، ولی اگر در کار باشد رفته از بازار میارم. من برای جستن نزدیکان تو فوراً جستجو رو آغاز میکنم تا فرصت از دست نرود. خدا از شما راضی باشد. آش شود. سلامت باشید. آش شود. گیر دختر. سلامت باش. اپا جان شما هم یگان چیز خورید آخه؟ نه نمیخورم. کارو بر وقت سر کردی؟ فرصت رو از دست ندهیم میگویم. اندک پیش با درفش سیاه در ارتباط شدم. باز از جانب اونها روی خط دیهه های محتاج فرستاده شد. ما هم باید آمادگی بگیریم. فهمیدم. خیر بگاه چی خیل گذشت؟ دینه باز یک حادثه ناهنجار رخ داد. نفهمیدم چی خیل یگان ناخوشی روی داد؟ میان ما حتی ناخوشی هم نشد. آقای جاهید به وعده خود نه تنها نایستاد، حتی سبب ناآمدنش را هم نگفت. تو باید زنگ زده میپرسیدی؟ زنگ زدم، تلفنش خاموش بود. مجبور شدم از زکم پرسیدم، به یک کاری رفته بوده است. من دیگر آیدی این صحبت کردن نمیخواهم. این اکنون برای من هیچ مهم نیست. گوش میکنم جاهید. صفیه جاهید مرا ببخش که دیروز آمده نتوانستم. هیچ گپ نه، ضرورتی عذر پرسیدن ندارد. یک کاری مهمم برآمد، مجبور شدم که روم. تلفنم هم مشکلی داشت، خبر دادن نتوانستم. نرنج. فهمیدم، هیچ گپ نیست. حاضر در ارتباط با یک کار در یک ملاقات حضور دارم، پس آن گپ میزنیم. خوب، مایلش. به خدا من از شما بسیار چیزهای خوب رو انتظار بودم. من در این حالت نمیخواهم که محزون و خسته باشم. به خدا آفرینت. این کاری که میکنی بسیار خوب است. سیبیل، من به هیچ کدام اونهایی که با ما کار کردن میخواهند کار کردن نمیخواهم. مایلش خدا چی خیلی که خواهی. در تاریخ 13/07/2016 اگر یوسف در ظرف 24 ساعت خائن بودنی بعضی ها را اثبات نکند کشته میگردد. چون این دعوا را برخیزانیدن از خود اول خطا بود. برای تو را طبق سپارش کنسه نکشتن میخواست که فرصت را کشال دهد. معلوم می شود که کارهای غلط می کرده است. برای فرصت را به درازا کشیدن این دعوا را برداشته است. نقشه ای تماما دیگر باید می کشید. اینقدر تو آرام و آسوده گپ میزنی. او برای تو هم نمیفهمی. از یوسف و از ما هم چیزهای مهمتر مورد گفتگو هست. هیچ چیز از انسان دیده مهمتر نمی شود. اگر گپ سری میلیون ها آدمان می رود، حیات یک انسان پیش آن هیچ است.
پروا نکن. برای رهایی یوسف هرچی از دستم می آید می کنم. تا فعالیت او بقایه های ما سازگار است در پشت او هستم. این راه پیروز گشتن هم دارد، شهید گشتن هم. هر دوی این از هم جدایی ندارد. خیر، اکنون چیکار میکنیم؟ آیدی چون این موضوعها از دعواهای پوچ و خالی دلیل یافتن و به کنسه پیشنهاد کردن امکان ناپذیر است. حمله به سمیت از آغاز کاری غلط بود. سمیت رو کشتنت از این هم غلطی بزرگتر بود. سمیت یکی از خدمتگاران صادق خاندان رع بود. یوسف را هیچ ضرور نبود از پی فاش کردن خیانت سمیت بشود. اصلا در اختیار ما یک خائن واقعی هست. منظوری تو کیست؟ سرور یک خاندان روس سرگئی زرکوف که به کنسه وابستگی دارد. او چی وابستگی به کنسه دارد؟ طبق سپارش کنسه من خیانت او را آشکار کردم، اما طبق تقاضای یوسف باید حقیقت را پنهان می داشتم. تو او را چی طور یافته می توانی؟ سرگئی از من قرضدار است. هرچی گویم می کند. اگر به من یاردم دهی او را می توانیم به دام افکنیم. به من باور نمی کنی؟ زمان مرا هم به دام انداختنی بودی. برای پسرم کردم، اما این دفعه به خاطر رهایی پسرم به تو محتاجم. به من باور کن. اگر او از تو قرضدار باشد، آوردن او به استانبول شاید دشوار نباشد. این آدم رو چرا با صاحبش می سپاریم؟ در سرش یک تیر رو جای میکنیم و خلاص. تو عادت مردم اینجا رو نمیدانی که چون این گپ میزنی. من هم میتوانم این را سر یک تیر بکنم، ولی نقشه دارم. قماندان، مروان آمد. اینجا بیار. اطاعت. خوش آمدی آقای مروان. تینجه از قماندان یاسین. این آدمی ما چیکاری بد کرد؟ ما این را همراه آدمان شدید داشتیم. با قاچاق آدمان مشغول بودند. چه ها میگویی؟ اگر ما در وقتش رسیده نمی آمدیم، زنها را با اروپا برای فروش می برد. این کثافت. تو چه ها کردی؟ نخواد تا این درجه پست باشی. جناب دمت را گیر، گپ نزن. بس است آقای مروان. هرچی میخواهی بد میکنی. او را چونان جزا میدیم که دیگر هیچ یادی همکاری با شدید خونخوار نمی کند. سرباز. سلامت باش قماندان. خیز ابله می رویم. چقدر ضرر رساندند؟ هجوم کردند و همه زنها رو گرفته بردند. ناعوده براها.
یوسف باید بخوریم. کار دارم. برای یافتن خواهین 24 ساعت وقت داری. از این چی مهمتر بوده میتواند؟ بیهوده کوشش نکن. کار از کار گذشته است. در ملاقات فردا ستین را میکشم و این کار با همین انجام مییابد. زینهار این بیعقلی را نکن. تو از آنجا زنده نمیبرایی. به چنین یک حادثه مهم توکل نمیکنند. در کنسه حتما مرا محاکمه میکنند. آنجا هرچی از دستم میآید میکنم. من بیهوده نمیمیرم. پروا نکن. یوسف اگر تمامی اهل کنسه را بکشم موفق نمیشوی. اینجا سخن از عنعنه چندین نسل خاندان ها می رود. به جای رفتگان دیگران می آیند و تو در حقیقت اهمیت ندهی بلو به پسر. چی نقشه داری؟ سرگی رو استفاده می برم. نه نمیگذارم. این بسیار خوفناک است. تو خواهین بودن او را از کنسه پنهان داشته بودی. تو را میکشند. خواطر نشو. من یک نقشه دارم. به سرزمین قبیله ما خوش آمدیم. در این زمین ها با شما کار کردن به ما ذوق می بخشد. به من هم. از بوی پول چی خبر؟ به نامهایتون هم صورت حساب شدیم. با تفصیلاتی کار نمیگذاریم محترم. میسیا ریل درباره درست گفته بوده است. جدی و خونسردی. آدمانی مسئولیت شناس و جدی را دوست می‌دارند. همه تفصیلات کار در پرونده است. کجای بروید همه چیز در اختیارتان می شود. جای مشق، مهمات نظامی و غیره ها. با گروه همراه کار میکنیم. من با هیچ کس همراه کار نمیکنم. نه، همراه کار نمیکنید. لشکر گروه آشوب برپا میکند. شما از آن هدف خود را پیگیری میکنید. هدف ها فرقیت دارند. جدای این گناه انسان هاست جنابان. در حیاتی دستایگان کسی دیگر می شود؟ یک کسی دیگر هم هست. او را شما بسیار خوب می شناسید. آنها را در این منطقه به تنگ آورده. قماندان، آدمانی از چنگ شدید رهانده‌مان را برای فرستادن به باشگاه آماده کردیم. بسیار خوب. ولی یک مشکلی هست. چیست؟ بعضیشان به باشگاه رفتن نمیخواهند. میگویند که در اینجا ایستاده جنگ کردن میخواهند. استید تخمین میکنم همه آنها را اسم نام دختری تشویق میکند ها؟ بله، با شما وا خوردن میخواهند قماندان. خوب، دعوت کن بیاید. شما را آگاه میکنم قماندان، این دختر دردی سرمان میشود. چیکار کند؟ او هم وطنش را محافظت کردن میخواهد. مرحمت. بفرما خواهر، چی طلب داری؟ ما به کمپ رفتن نمیخواهیم قماندان یاسین. اجازه دهید اینجا بمانیم. بیشتر با شما مصلحت کرده بودیم کو.
اینجا برای شما بسیار خوفناک است. اگر دههای شما رو شدید اشغال میکرد میگریختید. این حالت دیگر است. ها، یعنی تو زن هستی گفتنی. محافظ وطن جنسیت ندارد، اما شما معلومات نظامی ندارید. در روبروی شما دشمنی حرفه‌ای است. جانتان را در خطر نمیمانم. ما خودمون به قرار بیاییم. با پای شما اینجا نمیپیچیم. تو به ما تنها سلاح بده کفایه است. نمیشود خواهرم. دیده و دانسته شما را به مرگ رسانده نمیتوانم. استاد چیکار میکنی خواهرم؟ در کار باشد به گردنشان انا همین تفکر رو میمونم. مرا مجبور نسازید. از پای کارت رهایی که یگان بلا را به سر نبرده ای کس. خوب آرام شو خواهرم. بگیر کارت را از گلی. بگیر. یگان چاره میابیم. آقای جایی چیکار میکنید؟ میروم حسنو. میترسم که من به این اجازه داده نمیتونم. اگر در کار است من سپر میشوم، اما از اینجا شما را برآمدن نمیمانم. عقلت برابر عقل کودک 1 ساله. من از تو اجازت نمیخواهم. این به من هیچ اعتبار ندارد. فرمان آقای پولاد است. تا پره شفا نیابد برای رفتنش اجازت نمیدید گفت. این را اکا گفت؟ آره. من خوبم حسنو. یک طرفیست میروم. خواهش میکنم مرا برای شکستن فرمان مجبور نکنید آقای جاوید. انا آقای دکتر هم آمدند. اگر بگویند که خوبید من از سر راحتان میبرایم. آقای دکتر احوال بیمار ما چطور است؟ شفای کامل. سلامت باشد. بر اثر ضربه های خورده اتان برخی بافته های بدن روشیده است. اسباب ها خونروی درونی را نشان ندادن. هرچی هست به خاطر تدبیر اندیشیدن کمتر استراحت بکنید خوب می شود آقای جاهید. سخنی دکتر را شنیدید آقای جاهید. مشخص فهماند ما هم باید رعایت کنیم. خوش آمدید سرگی. امر کردید آمدم عزیزم. خواهش میکنم. چون گپ میزنید که گویا به شما تهدید میکرده باشم. در کشوری روس یک شرطنامه سودمند بسته بودیم. آن وقت منفعت شما بیشتر بود. اکنون نوبت من است.
برای اتفاقمون. تشکر زیاد. برای گپی مرا گرفته تا اینجا آمدنتان سپاسگزارم و این خوبی شما رو فراموش نمی کنم. من چطور گپت رو میگردانم با اینقدر سلاحی حرفویی که داری؟ من از شما برای یک معلومات کمک پرسیدنیم و قول می دهم که اگر کمک کنید شما رو هیچگاه ناراحت نمی کنم. من نگفتم که مرا ناراحت کردی. اصلا وقت زیاد شما رو گرفتنی نیستم. وقت من هم خیلی کم است. گفتنیم که از این فرصت استفاده برده یوسف قزوزاده رو میدیدید خیلی خوب میشد. قزوزاده ها رو شنیدم، اما حمله های قوی آنها در بخش کار کرده معدن واقعا مرا به حیرت آورد. شما درباره آنها هنوز بسیار چیزها رو نمیدونید. با این شبه ندارم، اما حس میکنم که برخی چیزها را از من پنهان میداری. اگر بعضی چیزها رو پنهان میکردم همین رو هم نمیفهمیدید. با این باوری ندارم. هر کی یک سستی دارد. درست میگویید. سستی من پول است و هر یک لحظه من میلیون ها ارزش دارد. باشد، من فهمیدم این چی معنی دارد. می رویم. ماشین من در همین جاست. خواهش میکنم گذارید. اینها کیستند؟ دوستانی ترکیگی من گفته بودم که کاری ما عاجل است. با چنین یک ملاقات به توصیه دوستانم رفتن نمیتوانم. مرحمت. به من باور نمی کنید. با تو اگر باور نمی کردم برای این گپ را گفتن فرصت نمی افتی. وقتت رو بسیار نمی گیرم، خواطر نشو. باشد. با که پیام فرستادی؟ خبر دادم که دیر میمانم. ممکن است تفتیش کنم.
در نقشه اندک تغییرات شد، دیر میمانیم. تشکر زیاد، اما از احتیاط این را باید بگیرم. لبای محسن. سیگنال تلفن را از کنترل تعقیب داریم، اما سیگنال قطع شد. مایلش محسن، و من از آن نقطه‌ای که سیگنال قطع گشت پیام بفرست. خوب شد از جناب. نگران نباش، در وقتش آنجا می شویم. امیدوارم، وگرنه خودت نگران می شوی. این تهدید است؟ بله. محسن، من در آن جاییم که سیگنال قطع شد. یک گرد و اطرافش رو ببین. فورا میبینم جناب.
تا همینجا بوده است آسیا. گمان کردم که مرا فهمیدی، لیکن از این کار رهایی نداری. دست و پایت بسته است. تو را بسیار خوب فهمیدم. برای همین اینجایم. این کار همینجا به فرجام میرسد. این کار چطور می شده است؟ هر دلیل و اسنادی که داری به من میدی، بس پی این کار دیگر نمیگردی و من تو را زنده میگذارم. رفتاری آدمی را ببینید که سرور یک خاندان بزرگ است. نقشه تو همین است؟ به سخنهایم نه، به کارهایم اهمیت میدادی. میفهمیدی که باید از روی گفته‌های من عمل میکردی. با این همه نمایشی که آرسته ای هیچ ضرورت نبود. از تو تنها یک یاری ناچیزی خواستم. به من دام گذاشتی. این فکرت خطاست. با تو گفتنی های زیادی دارم. کسی نباید بشنود. چی گفتن میخواهی بگو آسیا؟ کنسه عالی از من انجام تحقیقات را میخواهد. 6 ساعت پس به حضور اهل کنسه میروم. به من باید کمک بکنی. تو مرا دعوت کرده میخواهی به کنسه بسپاری؟ نه اصلا. برای تو رو در وقتش فوش نکردنم مرا به قتل میرسانند. از من چی میخواهی؟ به معلوماتی تو احتیاج دارم. من چیزی نمیدانم. این کارو خودت تنها کرده نمیتوانی. گمان نکن که باورت میکنیم. شما کیستید؟ باید با کی با میخوردیم بگو. مسئله چنان است که به تو گفته بودم. به من کمک کن. از این مسئله باز کی آگاه است؟ تنها چند نفر آدمانم. پیشتر هم گفته بودم اگر به سری من یگان بلا آری با عملیات آغاز میکنند. با تو باور نمی کنم.
پولاد علمدار، گمان نمی کردم که تو را میبینم. همه سلاحت را فروختی. دست کم یک تاش را برای خودت میموندی. من باید اکنون تو را با لت و کوب بکشم. به سلاح احتیاج ندارم. آدمی تو در دستم. کار این را تمام کردید و دستی من بسپاریدش. خائنی کنسه شاید در خوری کاری ما خواهد بود. من گمان داشتم شتاب نمی کنیم. اگر تو خودت می آمدی حاضر اینجا دیگر خیلی صحبت می کردیم. یوسف، این کار را بدتر کنیم چی؟ سرگئی زارکوف، سرور خاندان روسی کانسی، معدن فروش، سلاح فروش. من تو را تا فرجام جنگ سوریه لتو کوب می کنم. برای این هیچ ضرورت نیست. من میدانم که تو کیستی. به مجلس بزرگ دعوت شده بودی. سروری خاندان ترکیه کنسه انتخاب شدی. دعوای بودن خائن را در داخل کنسه برداشتی. من چنین کسی هستم که عاید خیانت دلیل ها در اختیار دارم. اثبات کردن خیانت من به تو هیچ امتیاز نمیدهد. واقعا کارین به این باور نمی کند، اما من به تو میتوانم خائن اصلی را فاش کنم. کیست؟ نماینده خاندان راو، رابرت آلبرت ستون استینلی است. این هیچ ممکن نیست. من قمار بازیدن را از حمله های استینلی به کنسی آموختم. خیانت او به خاطر چیست؟ بر علیه استراتژی کنسی حمله های زیاد کرده بود. حمله های مرگاور. روشن‌تر فهمان. 10 سال پیش سببگار جنگ بالکان گشت. استینلی رقابت مرا با سروری پیشینی خاندان ما میدانست. از سرنگون کردن من سروری خاندان روس الکسی آگاه بود. تنها وزیر مدافعه را به مقداری چندین میلیارد دلار با سلاح تأمین میکرد. این سلاح ها را به اندیشه شما باید کی گرفته باشد؟ الکسی.
یعنی وقتی که من الکسی رو کشتم این مسئله خاموش گشت. این درست بودن نمیتواند. وقتی که استینلی خیانتی تو را شنید حتی حیران هم نشد. چون که او نمیدانست که من خیانت را میدانم. استینلی نمیدانست که ما با الکسی دوستی قرینیم. ما به نظر او تنها رقیب بودیم، ولی در اصل دوستانی قرین بودیم و در KGB همراه کار میکردیم. هم یراق بودیم، هم دیگر را همیشه یاری میدادیم. پس از کارهای من با الکسی و عائله او استینلی این را اصلا تخمین نمیکرد. پیشنهاد خواهیم بودنی تو را شاید استینلی کرده باشد. این دعوا رو اثبات کرده میتوانی؟ البته نسخه شرطنامه مخفی استینلی با وزیر مدافعه در دستم است. همچون خاطره از دوستم الکسی. همه حجت ها در دست من است. این نسخه حجت به واسطه اینترنت فرستاده شد، ولی آدمان منتظر امرند که به نماینده در روسیه بوده امان نسخه اصل را فرستند. تشکر سیبیل. با تو صحبت کردن من رو خوش می آید. برای من هم همین خیل. من وقت رو بیهوده صرف نکرده کارهایم رو اجرا کنم. خوب، برای تو برار می خواهم. سلامت باش. خوب هستید؟ هیچ چیز نخورده بودید؟ حاضر به شما یگان چیز بیارم میخورید؟ اما این طور نمی شود. من به شما کمک کردن میخواهم، ولی اگر شما خودتان را بد حس کنید من خیلی محزون میشوم. خدا از شما راضی باشد. میبینم بسیار کارهای خوب میکنید. اینجا بسیار موافق است، اما برای خانم درون میسوزم. شما رو میفهمم. هر کی از دیار خود دور شد در غریبی برایش خیلی دشوار است، اما هرچی است اینجا جانتان آسوده است. زندگی برایم چه معنی دارد وقتی که تمامی خویش و تبارم را از دست داده باشم؟ یک دخترم زنده مانده بود، ولی جانی او هم در عذاب است. برای چی همراه شما نآمدند؟ او را اسیر گرفتند، بردند. حالا در کجاست، در چه حال است نمیدانم. در سوریه یک زمره آدمانی ما برای یاردم رفتن. من با آنها صحبت میکنم، از احوال دخترتان پرسان میشوم. شاید دخترتان را یافته توانند. راست میگویی دخترم. برای دخترتان را یافتن وعده نمیدهم، اما از دستم چیزی می اومده رو میکنم. اگر او را یابید دیگر چیزی نمیخواهم. انشالله. اما شما دیگر از خوراک رو نگردانید. میلش مرا فهمیدید؟
سلام مخلصانی عزیز، من همه شمایان را به روز عید جوانان از عمق دل تبریک میگم. جوانان آینده ملتند. گوش میکنم جاهید. وقت داشته باشه میتوانیم بخوریم. افسوس که کار دارم جاهید. در ارتباط با وقف شاید به تو کمک کنم. کاری است که من باید خودم حل بکنم. فهمیدم. گوش کن صفیه، برای آن بیگاه از صمیم دل عذر میپرسم. من گفتم که هیچ گپ نیست جاهید. خوب، نباشد پگاه بیگاه وا میخوره میشود. پگاه میبینیم. مایلش، تا بازدید. تا بازدید. آقای جاهید به کجا؟ حسنو بیزار کرده. نه جناب، به برآمدنتون اجازت نمیدیم. پولاد بای این خیل مکاری را هرگز نمیبخشد. حسنو، از من خشم نگیرید. من تنها کاری را که به دوشم واگذاشتند اجرا میکنم و خلاص. خوب حسنو، بیرو. تو هم من هم از پای کار خود میشویم. باشد، لیکن من به آقای پولاد از شما شکایت میبرم. چی کاری خواهی کن؟ با تو برای کار. از خیانت استینلی کنسی آگاه کرده شد. اکنون من هم با راه خود میتوانم روم. مرا رها کنید. تو چی کار کردی؟ این ارتباط مرا با پولاد دلیمدار فهمیده است. این رو من از کنسی پنهان داشته نمیتوانم. می آیم. وقتی که آوردن خنجر رو درخواست کردی مرا حیران کردی کارین.
با فکرم با ما حکایه های خوب نقل میکنی. فقط من یک ملاقات ضروری دارم. تحقیقات آید خیانت را باید انجام بدهم. امیدوارم که بسیار طول نمیکشد. این دفعه به ما تو حکایه نقل میکنی دوستم استینلی. من با حکایه نه، با واقعیت مشغول شدن را خوش دارم. پس به ما از واقعیت نقل کن. چرا دانستن میخواهی؟ مثلا آن را که 10 سال پیش در بالکان تو کوشش کرده بودی که جنگی مذهبی برپا کنی. آن زمان این را شرح دادن میخواستم. راه دیگری نیست کردن مسلمان ها از اروپا موجود نیست. آن چیزی را که من تنها برای خاوری نزدیک تأسیس دادم چطور تو در بالکان تطبیق میکنی؟ چرا میخواهی که ارتداکس ها با کاتولیک ها بجنگند؟ مرا نیت کشتن داری؟ تو را الله که کشتم.
خوش آمدی یوسف. سلامت باشید. مسلمه قدیرова بعد از خاموشی های طولانی زیاد از 5 سال باز با صورت های نوی خش روی صحنه می آید در پیشنهادی تاج پراید پروداکشن. ارمغانی جدید برای دوستداران ساز و ترانه و صورت های مرغوب. او دیلو دیلو دیله چون این نام گرفته است سرودی نوی مسلمه قدیرova. نزدیکی در سرتاسر تاجیکستان به فروش میبراید. مسلمه قدیرova. خیانت، حسرت و غم و جدای ماتمی به آخر دارد. عشق و محبت پاک باشد به انسان امید به فردای نیک میبخشد. شیرین بکی مراد آوازخوان جوانی با استعداد آلبوم نخستین ترانه های خود را با نام گریه مکن. پزمان کردی تو مرا با نگاهت حیران کردی دیما از دست نازت تنها گذاشتی مرا نمیخوامت سرسام کردی تو مرا نمیخواهمت بیرفتی از برم تو مونیست و اخترم تو بیرفتی از برم تو مونیست و اخترم تو خیانت کردی با منه کجا شد وعدای تو خیانت کردی با منه کجا شد وعدای تو مرا گم کردی بود دیگر نیابی ختم را از یگان دفتر نیابی. پیشکشی مخلصان میگرداند. آلبومی مذکور از ترانه های گوشنوازی عاشقانه او عبارت بوده به دل عاشقان تسکین میبخشد. تلفن ها برای ارتباط 915 74 74 71 و 985 25 25 20. با 0023 و 0024 زنگ زنید. کد موسیقی را گرفته تگمه دعوت را پخش نمایید. دیرو دیگر نیام یادت نسازم نوشته نامه شادت نسازم پیشم بیا بی بهانه با من مشو تو بگاه. ای کاش نمیدیدم نمیسوختم من از تو گرچی عزیزم ما دل خونم ولی ممنونم خیلی ممنونم نمیدانه دردی دلم رو هیچ کس باورم کن که نسمم بولوست یگان آرزو منو تو با عشق و عاشقی مفتون بودم برای عاشقی لیل اوچا جان گریه نکن که میمیرم من برایم ای دختری اغنابی عجب لب شکریه گوشواره و گوشتاره برم آل